در راه‌های ماشینگرد شهر خوجند بجز میکرواتوبوس‌های خرد مسافرکشان و نقلیات سبک و تاکسی، طول چند هفته به این سو اتوبوس‌های آدمکشان مشاهده نمی‌شوند. ساکنان و مسافران میگویند که این بار اول نیست و به این وضع قریب که عادت کردند. برای چه یک روز هیتون سیر نیستم. ما خودم همین چیز پشتگی. چی میگن به هم میگه یا سلرکن نیست یا ریمونتن. اسد اتوبوس مسافرکشی که 6 سال پیش با مقصد بهترسازی آمد و رفت ساکنان به شهر خوجند وارد کرده شده بود، ضمناً یگان عدد آنها حالا به حرکت نمیبراید. ماه‌های سپتامبر و اکتبر سال گذشته نیز رانندگان به سبب نگرفتن معاش خود و مشکل مالی کارخانه کار خود را قطع کرده بودند. بعد پرداخت آن همگی 20 اتوبوس دیگرباره به حرکت درآمدند. این بار مسئولان وضع را شرح نمی‌دهند. کم بودن اینها خوب نیست، زیرا ما به کارمون دیر میکنیم، تا جای دلخواهمون در وقتی معین رفتن نمیتونیم و خوب میشد که همین اتوبوس ها باز به کار برآمده باشند. این چیز برای خلق خوجند، خلق تاجیکستان همیشه ضرور است. برای چی آن واسه مسافران ناز میرن، باد و هواش تازه آزاده، برای همین استفاده بردن شرط و ضرور. کارخانه نقلیات مسافرکشان در خوجند سال 2018 از حساب 26 میلیون دلار گرانت بانک اروپایی بازسازی و رشد به فعالیت شروع کرد و حرکت این نوع نقلیات اجتماعی را در خوجند و ناحیه‌های اطراف آن به راه ماند. در حالی که شرح رسمی اداره نقلیات مسافرکشانی شهر خوجند برای متوقف شدن حرکت اتوبوس ها معلوم نیست، برخی از کارمندان آن در صحبت حضوری گفتند که بیش از یک ماه باز این وضع جریان دارد. اکثر رانندگان به رخصتی مهنتی بیموز رفتند و ظاهراً مسئله به تنقیصی مالی ربط میگیرد. در همین حال گفته میشد که در آینده نزدیک اتوبوس ها باز به حرکت می‌دارند و خط سیرها با نرخنامه پیشتر کار خواهند کرد. تنظیم کار اتوبوس ها را مقامات حاکمیت محلی به دوش دارد و ماهانه برای فعالیت آن مبلغ جدا می‌کند. ساکنان و مسافران امیدوارند که این مسئله به زودی راه حل خود را می‌یابد و دیگر باره سوار اتوبوس ها می‌شوند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.